وقتی که در اول چمپیونات که من سرمربی دسته روشن کلوب کار میکردم در بازی روشن قریب هر بازی رو بودیم هر بازی اومده اشتراک میکردم مخلصی میکردم در یک بازی خیلی به من تکلیف کردن که من اومده دسته فرخور رو یک چند وقت مشتیم و من روزگی خود رو دادم و وعده دادم که اومده تاریخ یک هفته در دسته حوصلات کار میکنم. لیکن بعد دور اول چمپیونات تاجیکستان در لیگ اولی که من دسته روشن کلوب برکنار شدم اومده 10 روز دسته حوصلات رو و بازی چمپیونات تیاری مشق تیاری رو گذراندیم. در طریق همین 10 روز از طرف روبریت دسته رئیس کلوب اولو محمود تکلیف کردن که این دسته رو همین سال دسته حوصلات رو تا آخر موسم من روبری کنم. مقصد دارین که در لیگ اولی مثلا برآمد کنید؟ یک سببی که استودانی من هم در این دسته همین میباشه که ما میخوایم که دسته حوصلات فرخور در لیگ اولی برآمدن مثل سالهای پیشینه این دسته باید فکر میکنم با چنین مخلصانی که در هر یک بازی قریب 7-8 هزار مخلص جمع میشود باید این دسته در لیگ اولی برآمد کنند و پیش از مقصد ما هم در نزد روبریت در نزد مربیان همین است که ما میخواهیم که در لیگ اولی دسته حوصلات فرخور رو براریم. لیکن من همچون مربی گفتنی ما میخواهیم که همچون قهرمان لیگ اول و لیگ اولی براریم. ورزشگاه شما چند روز قبل مثلا از طرف فدراسیون فوتبال تاجیکستان از دو بازی محروم شد. سبب در چی بود از دو بازی محروم شده بود؟ در بازی که بین دسته‌های حوصلات فرخور و بلبوک نویای وسیع داشته بود البته یک چند نفر مخلصان ما که با البته یک ناانتظامی خود رو ایشان دادن دیگه خطا نمیکنیم برای اینکه با میدان پرتافتن پلاستیک‌های چی وای درست نیست. برای همین فدراسیون فوتبال قرار قبول کرد که دو بازی میدان ما رو از بازی چمپیونات منع کنند و ما مجبوریم امروز که نه فقط فوتبال بازان من فکر میکنم مخلصان ما هم مجبورن که البته با دیگر شهر نویا رفته بازی دسته خود رو تماشا کنند. عموما در آینده میرم گفتنی هم که چلی که ما امروز دسته تیار کردیم که با بازی خود ما میخواهیم که دل مخلصان خود رو در دل مخلصان جا گیریم و از مخلصان خودمون هم همین التماس داریم که در بازی آینده هم چنین البته رفتارها نشد.